سلام دوستان، اگه دنبال یه راه ساده و سریع برای ویرایش عکستون هستید بدون اینکه بخواید نرم افزار سنگینی نصب کنید، این ویدیو مخصوص شماست. امروز میخوام درباره ابزار فوق‌العاده صحبت کنم، فتوشاپ آنلاین با فوتوپیا. واسه کسایی که لپتاپشون رم پایینه، این یه گزینه بی‌نظیره. فرقی نمیکنه که مکبوک دارید یا ویندوز. مرورگرتون رو باز میکنید، فوتوپیا رو سرچ میکنید یا قبلا سرچش کردم photopia.com که الان فتوشاپ راحت بدون هنگی یا چیزی برای ما باز شده که میتونیم الان اینجا روی فایل کلیک میکنیم، روی اوپن میتونیم فایلتون رو بارگذاری کنید اینجا، یا هم یه فایل جدید بسازیم. یه فایل جدید میسازیم، بله، روی پرینت میزنیم، مرگ A4 کریت. یه فایل جدید الان ما ساختیم. اگه هم میخواین مثلا فایلاتون ذخیره بشن روی حافظه ابری خود سایت فوتوپیا، یه اکانت اینجا میسازین که اونا قبلا تو ویدیوهای بعدی براتون میذارن. میتونین اکانت بسازین اینجا. و اینکه الان هم اگه بخواین نصبش کنین روی سیستم عامل، چه گزینه‌ای رو میزنین؟ میایم اینجا روی سه نقطه کلیک میکنید، توی بخش همینجا بود گمش کردم، اینستال. اوکی، قبلا من نصبش کردم روی سیستم عامل و گزینش برام نیومد بالا. نه، فتوشاپ رو راحت بازش کردیم که میتونیم استفاده کنیم. اینجا میتونیم اکانت بسازیم، الان راحت میتونیم برای خودمون بکشیم یا ویرایش کنیم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد یه لایک کوچولو بزنید و سابسکرایب کنید که کلی انرژی بگیرم واسه ویدیوهای بعدی. نظرتون هم حتما این زیر برام بنویسید. دمتون گرم که تا آخر با من بودید. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید و خلاق بمونید.